هذا النور شفاء صدور. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مرد وقتی که از کار به خانه برگشت، از همسرش پرسید نماز عصر را خواندی؟ زن گفت نه، خیلی خسته‌ام، تازه از کار آمدم و کمی استراحت کردم. شوهرش گفت خوب، اکنون رو نماز عصر و شام را بخوان قبل از اینکه خفتن شود. فردای آن روز مرد به قصد یک سفر تجارتی به دیگر شهر پرواز کرد. همسرش چند ساعت بعد از پرواز به او زنگ زد تا احوالش را جویان شود، اما شوهرش به تماس او پاسخ نداد. چندین بار پی هم زنگ میزد، اما کسی گوشی را نمی برداشت. زن کم کم نگران شدن گرفت. هر باری که به تماسهایش پاسخ نمی یافت، نگرانتر شدن می گرفت. در ذهنش هر گونه اندیشه ها پیدا شدن گرفت که نکند با او یگان حادثه رخ داده باشد. چون هرگاهی که شوهرش به سفر می رفت، همزمان به فرود آمدن هواپیما زنگ می زد و از خود خبر می داد. زن خیلی ترسیده بود. گوشیش را گرفت و تماس گرفت با امید اینکه این بار صدای شوهرش را شنود. خوشبختانه شوهرش گوشی را برداشت. زن با صدای لرزان پرسید رسیدی؟ شوهرش گفت بله، الحمدلله سلامت رسیدم. همسرش باز پرسید چی وقت رسیدی؟ مرد گفت 4 ساعت قبل رسیده بودم. زن عصبانی شده و گفت 4 ساعت قبل رسیدی و یک بار به من زنگ نزدی؟ مگر من برایت مهم نیستم؟ مرد گفت چرا نه عزیزم، تو برایم خیلی مهم هستی. زن باز پرسید مگر صدای زنگم را نمیشنویدی؟ مرد گفت میشنویدم. زن با غضبی بیشتر پرسید پس چرا پاسخ ندادی؟ مرد گفت دیروز تو هم به زنگ پروردگار پاسخ ندادی. با یاد داری که تماس پروردگار یعنی اذان را به پاسخ گذاشتی؟ چشمان زن پر از اشک شد و پس از کمی سکوت کرد و گفت بله یادم هست، معذرت میپرسم. مرد گفت نه عزیزم، از من معذرت نخواه، رو از پروردگار طلب آمرزش کن. من دیگر چیزی از این دنیا نمیخواهم، فقط این را میخواهم که در یکی از کاخهای جنت با هم زندگی خوش و حقیقی را آغاز کنیم. آنجا را به تو چی کنم؟ پس از آن روز زن هیچگاه نماز را ترک و قضا نمیکرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.